این سنگو ببینید زیر نور آفتاب چه رنگیه. الان میخوام برم تو سایه. رنگشو توی سایه ببینید. الان میرم خونه. بریم با هم خونه. اینم رنگش توی خونه. حالا بریم زیر نور سفید. یه لحظه من اینو روشن کنم. اینم زیر نور سفید. خب سنگ فیروزه وقتی زنده باشه زیر نورهای مختلف رنگهای مختلفی داره. به فیلم ها توجه کنید. من کامل از هر سنگ فیلماشو میذارم. حالا اونجا هم نذاشته باشم هر کس بخواد فیلمشو براش میگیرم میفرستم. سلام دوستان، میخواستم یه نکته ای رو در مورد سنگ فیروزه طبیعی بهتون میگم. سنگ فیروزه طبیعی زیر نورهای مختلف رنگهای مختلفی داره. حالا این داستان ما با این مشتریمون این بود که اولا که من این سنگ رو که برای قرعه کشی گذاشته بودم توی دیوارم گذاشتم برای قرعه کشی. بیاید ثبت نام کنید، توی کانال عضو بشید. و این آقا دید اصرار پشت اصرار که حتما من همین سنگ رو میخوام. گفتم خب این سنگ برای قرعه کشیه، امکان فروششو ندارم، کلیپشو گذاشتم، موارد مشابه زیاد دارم، براشون فیلم فرستادم. گفتن نه من فقط همین سنگ رو میخوام. دخترم من اینو میخوام به من بده، من کارم انگشتره، بازم ازتون خرید میکنم و از این حرفا. بالاخره منم گفتم که حالا یا جدی نیستش یا اینکه بالاخره اگرم جدی باشم من یه سنگ به همین ارزش یا حتی بالاتر برای قرعه کشی میذارم و اعلانم میکنم سنگ عوض شده. و خب ارزششو گفتم. این سنگ ارزشش 2 تومنه. البته پایین تر گفتم، سنگ ارزشش خیلی بالاتر بود و ایشون هم دام بین اون واریز کردم. منم سنگو براشون فرستادم. امروز سنگ رسیده به دستش، کلی توهین کرده، نفرین کرده. بچه به این نازی رو نفرین کرده، بچه‌ای که هر کس میبینه تو نظر اول عاشقش میشه. آخه مگه من مجبورت کرده بودم بخری؟ من که گفتم نخر. گفتم برای قرعه کشی سنگ مشابه همه جوره برات فرستادم. گفتی نه من حتما همینو میخوام. خب این سنگو من توی اتاق پسرم از توی ظرف در آورد نشون داد. اونجا یک کلیپ بود. توی نور خورشید باز یک کلیپ بود. بعد باز توی اتاق فکر کنم بازم فیلم گذاشته بودم. تو همه نورا من ازش فیلم گرفته بودم گذاشته بودم. و این آقا هم به اصطلاح خودش به حرف خودش گفت من رفتم دیدم. خب اگر دیدی بعد از این همه اصراری که خودت کردی و من گفتم این برای قرعه کشیه خریدی، دیگه تقصیر من نیست. و منم بهت گفتم من از همه جوره ازش فیلم گرفتم، برو تو یوتیوب ببین فیلم ها رو. و ایشون هم رفتید گفت حتما من همینو میخوام، واریز کرد و گرفت. حالا این توهین کردنات برای چیه؟ اگر واقعا حقی وقتی تماس میگیرم چرا جواب نمیدی؟ چرا رد تماس میدی؟ سنگو برام پس بفرست، منم پولتو بهت میدم. ولی رد تماس میده. اول توهین کرده، بی احترامی کرده، حالا هم که رد تماس میده. من خودم میتونم برم پیگیری قضایی بکنم، بگم این برای این توهینات، ولی این کارو نمیکنم. و آشنا هم دارم بخوام اذیتت کنم، ولی این کارو نمیکنم. من این سنگو گذاشته بودم برای قرعه کشی، شما خودت اصرار کردی برادر من که این سنگ رو بگیری. بعد الان یه کلیپی که گرفتم شما تماشا کنید، دیدید که من همونجا اصلا قطع نکردم فیلمو، اصلا کات ندادم. از نور خورشید رفتم تو سایه، از سایه رفتم تو اتاق، از تو اتاق باز رفتم زیر یه نور سفیدی که گذاشته بودم جلوی قالیچم. بعد همه جوره نشونتون دادم. دیدید که چقدر تغییر رنگ میده.
باز کلیپ‌های قبلی هم که گذاشته بودم تو نورهای مختلف دیدید یه اون سنگ شجری رگ عنکبوتی چقدر تو نورهای مختلف رنگاش مختلفه. سنگ فیروزه نورهای اطرافش رو به خودش میگیره. اگر دور و برش چون برگ باشه، درخت باشه، به حالت سبزتوری میزنه، یا رگه هاش طلایی باشه. زیر نور سفید باشه آبی تر نشون میده. خب تو زیر نور هر نوری یه رنگی داره. شما توجه کنید هر جوری هم بخواید، از هر زاویه‌ای هم که بخواید، زیر هر نوری، اگر واقعا خریدار باشید من فیلم میگیرم براتون میفرستم. فقط شما توجه کنید، با دید باز خرید کنید. به خدا هر کس از سایت از من خرید کرده هیچ وقت ناراضی نبوده. همه زنگ زدن، تشکر کردن و اینکه راضی بودن. عکس بعد از ساختشون هم برام فرستادن، خیلی راضی بودن. یعنی این اولین کسیه که اینجوری بوده. چرا؟ چون توی دیوار آگهی رو گذاشته بودم. کلا هر کسی توی دیوار میاد پیام میده همینجوریه. الان اکثرا همینجوریه. دیروز یه آقایی ساعت 2:30 صبح پیام داده که من سنگ فیروزه میخوام. آدرس سایت رو دادم بهش، گفتم خب برای تک فروشی، من برای عمده رو گذاشته بودم آگهیشو، برای تک فروشی میتونید برید از تو سایت خرید کنید. بعد پیام داده سایت چیه، اینستا فلانه. گفتم او تو گوگل بزن همین آدرس رو میاره بالا، شما برو مدل ها رو نگاه کن. باز دوباره پیام داده سایت چیه. خب شما از من فیروزه خواستی، چی خواستی؟ من چیو قراره تو اون سایت بفروشم؟ خب غیر از فیروزه شما خواستی؟ به خدا من نمیفهمم دیگه. یه پیامایی میدم، بعضی یکی پیام داده مثلا من 160 میلیون بار فیروزه گذاشتم بارخونه، 1 کیلو 800 گرم. بعد پیام داده من بارخونه میخوام، جزئی هم میدی؟ گفتم جزئی تک فروش بخواد تو سایت داره. نه تک فروش نمیخوام، 100 گرم میخوام. گفتم خب 100 گرم به قیمت عمده که نمیتونم بهتون بدم. گفت نه قیمتش هر چی باشه میخوام. بعد گفتم خب توی واتساپ پیام بده من براتون فیلم بفرستم. و گفت نه واتساپ ندارم و همینجا لو بود به ما بفرست. گفتم خب میخواد چه قیمتی باشه؟ میگه 500,000 تومان. آخه برادر من با 500,000 تومان میخوای بارخونه بخری؟ 100 گرم فیروزه نشابور بخری، اونم تو این کیفیت، آبی محک باشه؟ به خدا نمیدونم، یا ما خیلی جلوییم یا اینا خواب موندن. جزو اصحاب کهف بود دیگه، جزو اصحاب کهفن. نمیدونم بعضیا واقعا اذیت میکنن، یعنی یه فشار روانی میذارن روی آدم. معمولا هم همش از توی یا دیواره، حالا توی اینستا کم پیش میاد ولی معمولا از دیواره. توی دیوار یعنی هر کس پیام بده از همین قشره. یا میخوام با 100,000 تومان فلان سنگو بخرم. مثلا من یه سنگ گذاشتم 5 میلیون تومان، به چه کیفیتی چه ابعادی، میگه 500 تومان راه نداره. یا بارخونه گذاشتم گرمی 90 تومان، برگشته میگه که 35 خریدارم، 35 نمیدی. خب آخه داری به من توهین میکنی، به شعور من داری توهین میکنی. من دارم از تفریحم میزنم، از سرگرمی خودم میزنم، از همه چی میزنم، از وقتی که میتونم برای بچه‌هام بذارم و باشون بیشتر بازی کنم میزنم. دارم کار میکنم برای آینده بچه‌هام، به خاطر بچه‌هام. خب واقعا درست نیست اینجوری وقت آدمو میگیرید. برای وقت هم دیگه ارزش قائل باشید. من هیچ وقت برای سرگرمی نمیرم پیام بدم خب این چنده، یا پیام میدم به من میگن فیروزه چند. خب بابا چه فیروزه ای؟ یه فیروزه میخوام برای دستبند، قیمت بگو. آقا برادر من مگه داری سیب زمینی میخری کیلویی باشه؟ یا این با اون فرق نکنه؟ فرق نمیکنه دیگه، سیب زمینیه، این با اون یکیه. خب فرق میکنه، فیروزه با فیروزه فرق میکنه، رنگ با رنگ فرق میکنه، کیفیت با کیفیت فرق میکنه. من سنگ دارم اینقدر میدم 500,000 تومان، سنگ دارم اینقدر 5 میلیون تومنه. خب کیفیت با کیفیت فرق میکنه، رنگ با رنگ فرق میکنه. یاد بگیریم به همدیگه احترام بذاریم، اعصاب بقیه رو خطی نکنیم. واقعا من الان انرژی لازم دارم تا برم درس بچه‌مو باش کار کنم، باش بازی کنم، آموزش‌های لازم رو بهش بدم. وقتی قرار باشه این همه فشار روانی روم باشه، خب من نمیرسم.
واقعا نمیرسن به هیچی. ممنون که گوش کردید. زنده باشید. خدا نگهدار.